روز شنبه هم خوب است، یک شنبه خوب. یکیشو بگو. نه یکیشو بگو. روز شنبه، یک شنبه یا دوشنبه، از اینا یکیشو انتخاب کن. بعد نگویی که بعد من مسافرت دارم. یک شنبه، دوشنبه. از این سه روز یکیشو انتخاب کن خودت. علی هم حاضرین مناظره کنیم. ما فرار نمی‌کنیم. همین الان حاضر مناظره بکنیم. بله. بعد نگویی که من مریض شدم ها. نه اینطور میگیم. ببین ما مناظره شروع میکنیم. خب هر جا مناظرت رسید خسته شدیم، توانایی نداشتیم، میگیم که اینجا استاپ، تا اینجا ما رسیدیم. بعد از این مناظره را دیگه روز شروع میکنیم. از امینج شروع میکنیم، از اول شروع نمیکنیم. حاضری یا الله حاضری شروع میکنیم. بله من حاضرم برادر بزرگوار، حاضرم. حاضرید من شروع کنم مناظره را با شما؟ هر وقت حاضریم. بسیار خوب. پس وقت من شروع کنم؟ من شروع کنم یا شما شروع میکنید؟ الحمدلله رب العالمین. خب 3 دقیقه شما وقت دارید. حالا ببین زیاد صحبت نکنید، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اینمی اسیستانتا وقت خوب تکیب بگیریم. وقت دقیقه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ما بسیار معذرت میخواهیم که اینمی سفر شد و باید اینمی سفر میکردیم. معذرت میخواهیم از بیننده های عزیز. اشکال نداره. اینجا ما شروع میکنیم مورد دفاع از عایشه الله تعالی عنها. تو اول باید اشکال، اگر بخواید دفاع از عایشه بکنی اول باید اشکال ما رو گوش کنی بعد شما دفاع بکنی. اول باید انتقاد ما رو گوش کنی بعد دفاع بکنی. انتقاد نکردم شما چی میخواید دفاع بکنی؟ پس بگذار من باید شروع کنم. من باید شروع کنم. این قطع کن تلفن قطع کنین دیگه نمیشه. وقت ما رو پس میگیره ما نمیکنیم. نه شما میخواید دفاع بکنی. آخر اگر دفاع میخواید بکنی اول من انتقاد بکنم بعد شما دفاع بکن. شما اول وقت دادین. شروع کن حرفتو بزن. برو حرفتو بزن بابا جان. من کاری ندارم، حرفتو بزن. برو. عایشه، حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، دختر ابوبکر و همسر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه است. خونی او ام عبدالله و مادرش ام رومان دختر امیر بن عامر بن همان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانه. در شخصیت زبردست و گرامی اسلام، شخصیتی که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک شخصیت معتبر، یک شخصیت مؤثر، یک شخصیت بسیار کارسازی در تاریخ اسلام بوده هست و خواهد بود و یکی از زیبایی های کار حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در زمان حضرت عثمان، عایشه به یکی از سخت‌ترین مخالفان او تبدیل شد و عثمان دستور داده بود که عصای او را قطع کنند. وقتی عثمان وارد مسجد میشه عایشه صدا میکنه که ای خیانتگر، در امانت خیانت کردی و رایت را ضایع نمودی. عثمان در مقابل آن مربوط به زن حضرت نوح برابر وی تبدیل میکنه. ببینید شخصیت کارسازی که پس از وفات پیامبر چطور مؤثر واقع میشه و اساس در برابر خلیفه زمان استاده میشه و حقیقت میگه که تو این طور کار شده کردی. آره ببینید این شخصیت درخشان و شخصیت مؤثر را ما چطور میتونیم توهین کنیم؟ چطور شما بیننده های عزیز قضاوت کنیم؟ ما چطور میتونیم توهین کنیم؟ ما چطور میتونیم اینطور شخصیت را تحقیر کنیم؟ این شخصیت همسر پیامبر اسلامه، خانم پیامبر اسلامه. ما پیامبر اسلام صلوات الله علیه را و خانمش را به دیده قدر میبینیم، بسیار به دیده قدر و دیده بسیار قدر میبینیم. این مسئله را نباید فراموش کنیم
که اگر ما توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، هر چیز دیگه میکنیم، این مسئله باید در نظر گرفته شود که ما چی میگیم، به کی میگیم. بسیار این موضوع بسیار برای ما مهم و کارسازه. دوستان اشاره میکنه از ما اسیستان که 3 دقیقه وقت ما پورا شده، ما 2 دقیقه دیگه وقت میخوایم. بفرمایید 2 دقیقه دیگه هم صحبت اشکال نداره. شما ببینید این طور شخصیتی زبردست که در اسلام آمده و این طور شخصیتی که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که وفات میکنه این میایه در مقابل خلیفه وقت استاد میشه، میگه تو کارات درست کن، تو اینجا امانت را برش بسیار واضح میگه. عایشه صدا میزنه که ای خیانتگر. ببینین این بسیار شخصیت ای شخصیت مؤثری را روشن میکنه برای ما. ببینین هرکس اینطور نمیتونه در مقابل خلیفه وقت، خلیفه مسلمین اینطور گپ بزنه. این نشانیت شخصیت عایشه شخصیت قابل قدریه و مسلمانان شیعه سنی هر دو باید متحدانه از عایشه دفاع کنه و اینطور هم است. بسیار اهل تشیع و شیعه ها است که بسیار بدیده قدر میبینه، احترام میکنه و احترام متقابل میخواه. این موضوعی بود که ما بسیار به شکل خلاصه به شکل جمله بندی کرده اینمی چند جمله در مورد شخصیت کارسازش در مورد شخصیتش برای شما گفتیم. ایناله که مشوارو که در عایشه فارسی صحبت کن. خواهش میکنم فارسی صحبت کنید چون بسیار این بینندگان پشتو نمیفهمن. فارسی صحبت کنید. صحبت میکنیم ما چه صحبت میکنیم. خدا خیر باشه. اینال شما اینه شما قضاوت کنین که خانم پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیه بهترین عالم را ما چطور توهین میتانیم، چطور تحقیر میتانیم، چطور میتانیم به او بگوییم کفر عایشه ثابت میکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الی. اینمی طور کار نشده نیست. اینمی کار بسیار کار نارواست. اینمی کار کسی که میکنه باید مزش و پوزش میخواه از عایشه رضی الله عنها. اینمی کار باید بسیار بدیده قدر دیده شود. شما این موضوع عادی نیست که ما گفتیم، بسیار موثقه. ما جلد کتاب میگیم منابع تاریخ خلفاء صفحه 159 و 388 شما ببینید با چه صراحتی شخصیت نازنین میره در مقابل حضرت عثمان استاد میشه میگه تو اینی اشتباه کردی، خود را اصلاح کن. بس اینطور شخصیت را بیننده های عزیز، اینطور شخصیت را شما بگین چطور ما میتونیم کفرش ثابت کنیم. این شخصیت زبردستیه. گذشته از تمام مسائل ای خانم پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیه. اینی گفتنی های ما بود. دوستان اشاره میکنه بر ما که 2 دقیقه وقتی تو تمام شده. ما بر اصل قوانین منازعه میکنیم. ما زیاده روی نمیکنیم، مطلق روی موضوع صحبت میکنیم. هر چیز اینی طور علایه سر شما بفرمایید. نوبت ماست برادر عزیز. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقت باید چیز کنم 5 دقیقه وقت دارم دیگه. شما 5 دقیقه صحبت کنید، حالا 5 دقیقه نوبت منه. درسته؟ بله. خیلی متشکرم. حالا من 5 دقیقه از حالا شروع. دوستان عزیز بیننده ما تشکر میکنیم از جناب مولوی جلال الدین مولوی ابوبکر جلال که ابوبکر جلال، بله ابوبکر جلال که با ما حاضر شدن اینجا امشب مناظره بکنن. خب ایشان خودشان گفتن، ببینید دوستان نصف کلمات خود جناب مولوی ابوبکر جلاله که عایشه یک خانم خیلی برجسته، یک خانم خیلی تاثیرگذار در تاریخ اسلام و ما ایران. انکار نمیکنین که عایشه نقش مهمی را بازی کردن و تاثیرگذار بوده، کسی را این منکر نیست. خودشان گفتن نصف کلمات ایشانه که در برابر عثمان ایشان قیام کردن و در برابر عثمان ایشان صدا بلند کردن و گفتن که ای خیانتگر تو خیانت کردی. عثمان هم در جواب این کار او را تشبیه کرد به زن حضرت نوح علیه السلام. این جناب از من میپرسه که چرا شما به عایشه توهین میکنید و چرا عایشه را شما
بله او را کافر خوانده اید. زن پیغمبر محترمه، در حالی که همچین شجاعتی داشته. جناب مولوی ابوبکر جلال، ای کاش که خودت در کلمات خود یک کمی توجه میکردی، یک کمی در کلمات خودت تأمل میکردی. من فکر کردم که شما خیلی ماشاءالله اینجا مطالب زیادی آوردی و من باید برای شما خیلی مطالب علمی بیارم، اما ثابت شد که خود شما اینقدر به من دلیل دادی. خودت گفتی بزرگوار عثمان خلیفه اول نیست، خلیفه دو، خلیفه ثالث راشد شما هست، جانشین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود شما هر کسی که با عثمان بد بگه شما او میگید کافره. خود شما میگید که صبر کن جان من، نوبت من، حرف نزن وسط حرف من. خود شما میگید که عایشه به عثمان گفت خیانتگر. شما به من بگید آیا عایشه در این قول خود راستگو بوده یا دروغگو بوده؟ اگر عایشه در این که ابو عثمان را خیانتگر نامیده راستگو بوده، بازم مذهب شما باطله، چون شما عثمان را خلیفه راشد میدانید. کسی که خائن نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه و خلافت عثمان اگر باطله، ابوبکر عمر هم باطله خلافتشان. از اون طرف اگر میگید دروغگو بوده، خب پس عایشه دروغگو، کذاب، کذاب هم دشمن خدا هست. این از این. از اون طرف در ما اشکال میگیری که چرا با عایشه توهین میکنیم. خودت نقل میکنی که عثمان او را تشبیه کرده به زن نوح و زن لوط. زن نوح و زن لوط چیه دوستان عزیز؟ سوره مبارکه تحریم آیه 10: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. که خداوند متعال در این سوره مبارکه میگه که من از برای کافران مثال میزنم، از برای کفر کافران. از برای کفر کافران چی مثال داری ای خدای متعال؟ میفرماید از برای کفر کافران مثال من اینه که دو تا پیغمبره، حضرت نوح و حضرت لوط. تا شما بد نگین که زن پیغمبر چطور میزنه کافر باشه. خدا این را در کجا فرموده؟ در سوره تحریم فرموده. شأن نزول سوره چیه؟ شأن نزول سوره عایشه و حفصه. ضرب الله مثلا للذین كفروا، اون کسی که مثال است از برای کافران و از برای کفر و الحاد. نمرود نیست، شداد نیست، فرعون نیست. چه کسیه؟ زن پیغمبر نوح علیه السلام، پیغمبر اولوالعزم. لوط علیه السلام، داستانش در قرآن کریم آمده. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. زن پیغمبر بودند اما خیانت کردند به پیغمبر. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس خداوند متعال هیچ به اونها نفعی نرسانید از این که زن پیغمبر بودند. و قیل ادخلا النار مع الداخلین، پس جهنمی شدند. خودت اعتراف کردی. عثمان که هم خودتان میگی از قرآن را جمع آوری کرده، پس عارف به قرآنه، عارف به معانی قرآنه. عثمان که خلیفه سوم شما هست، زن عایشه را تشبیه کرده به حضرت نوح، زن حضرت نوح علیه السلام. پس عثمان عایشه را تشبیه کرده به زن کافره، به زن جهنمی، به زن خائن به پیغمبر. شما به من بگید اگر توهین کردن عایشه بعد خودت همین الان گفتی، عثمان چرا مرتکب شده؟ دوستان عزیز این آیه را ببینید در قرآن کریم. من دو دقیقه وقت دیگر هم، یک دقیقه وقت دیگر دارم اینو براتون زود نشان بدم. این تفسیر فخر رازی، تفسیر فخر رازی هست، مجلد تفسیر کبیر، مجلد 11 جلد 11. بریم اینجا صفحه 44. ضرب الله، دوستان عزیز، مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، سوره تحریم آیه 10. وضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلب وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر. فخر رازی، امام تفسیر و امام علم کلام جماعت امویه میفرماید که این آیه در این آیه تمثیل و تعریض از برای حفصه و عایشه به اغلظ وجه و شدیدترین کلمات که کلام کفر در اونجا ذکر شده. دوستان عزیز اگر به عایشه توهین کردن حرامه، عثمان خودت گفتی عثمان مرتکب شده. عثمان عایشه را تشبیه کرده به زن نوح و زن لوط، خودت گفتی. پس عثمان خلافتش باطل بوده، انسان فاسقی بوده که همچین کفری را مرتکب شده، به ام المؤمنین همچین توهینی کرده. پس بگو عثمان فاسق بوده یا بگو که عثمان راست گفته. از اون طرف عایشه یا راست گفته که عثمان خائنه یا دروغ گفته. اگر عثمان واقعا خائنه خلافتش باطله، اگر عایشه راست گفته او خائن بوده، پس به من بگو که بله اگر عایشه راست گفته او خائن بوده، عثمان خلافتش باطله. اگر عایشه دروغ گفته، خب بازم حرف ما را ثابت کردی عایشه دروغگو است و دشمن خدا هست. من دیگه حرفی ندارم، بفرمایید شما. نوبت شما 3 دقیقه، بفرمایید. بسیار چیز شما گفتین بسیار بی بنیاد.
بسیار این گپارا شما گفتین بدون مطالب بدون منابع خودت گفتین ما دفاع میکنیم هرچی گفتیم و هرچی گفتیم اینمی دفاع میکنیم. اینمی ببینین یک کسی که در رأس یک حکومت قرار میگیره بشره گاهی اشتباه میکنه، افراد مؤثری چون حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اینا هستند در کناری حکومت اسلامی که اگر رهبران اسلام اشتباهی میکنن دستشان را بگیره و ما دست ایتو شخصیت را میبوسیم. این شخصیت نورانی، این شخصیت معتبر، این شخصیت با عزت، این شخصیت دانشمند، این شخصیت امثال پیغمبر اسلام صلوات الله علیه. شما ببینید این شخصیت چطور شخصیت، این شخصیت میای اصلاح نظام را پیشنهاد میکنه، این شخصیت میای حرکت میکنه در برابر نظامی حرکت میکنه که او زمان خلافت داشت. اینی طور فکر کنیم بیننده های عزیز تو پتانک اگر نبوده هر چیز دیگه بوده، افکار بوده دیگه چیز داشته. پس شما ببینین خود قضاوت کنین که ایتو شخصیت را چطور میتانیم ما توهین کنیم، ایتو شخصیت را چطور میتانیم ما فضا بگیریم. حال ما یک موضوع دیگه یک سوال میکنیم علی عریسه، سوال ما را علی عریسه مشخص جواب بده. چشم. علی عریسه شما ایران را به عنوان کشور اسلامی قبول میکنین یا نمیکنین؟ یک بگوین آن یعنی. برادر عزیز این خارج از موضوع هست. هر که از موضوع خارج بشود اسلام ایران اسلامیه، ایران اسلامی نیست، این ربط به عایشه نداره. خود شما گفتین هر کسی از موضوع خارج بشه و مناظره را باخته. موضوع ما عایشه هست. ایران اسلامیه، ایران غیر اسلامی، من هیچ کاری ندارم برادر. این ربط به عایشه نداره. شما از عایشه صحبت کن. من ارتباط میدم. از من خیلی خب اگه شما ارتباط بدین من اون سوال ارتباطش چیه بفرمایید. ارتباطی حال بیان بکن بعد من جواب میدم. بیننده های عزیز شما خود شاهدین که فرار میکنه، مناظره نمیکنه، از اصل موضوع میره فرار میکنه، جواب میده. تو اول سوالت بگو بعد ما اینطور چیز یعنی باید ما سوال تکمیل کردیم. شما برادر بزرگوار اول ربطش بیان بکنین که ایران اسلامی باشه ایران غیر اسلامی باشه. این چه ربطی به عایشه داره؟ شما توضیح بدین بعد من جواب میدم. بفرمایید ربطش بیان بکنین من جواب میدم. هیچ ربطی نداره جان من، هیچ ربطی نداره. ایران اسلامی باشه ایران غیر اسلامی باشه ربطی نداره که عایشه مسلمان بوده یا کافر بوده. هیچ فرقی نمیکنه. شما اگر میگید فرق میکنه بفرمایید جواب توضیح بدید تا من جواب بدم. ما عقیده داریم و اینی واقعیت است که ایران نظام جمهوری اسلامی نامش است جمهوری اسلامی ایران و توسط آیت الله ها و توسط رهبران دینی اینی کنترل میشه، اداره میشه. شما قبول دارین ندارین؟ ایران نظامش اسلامی هست نیست برادر عزیز، ربطی به موضوع عایشه نداره جان برادر. و من اینجا نماینده ایران نیستم. ایران دولت ایران را من دولت فاسق میدانم برادر من. دولت ایران را من دولت ظالم و فاسق و منحرف از خط اسلام میدانم. این مختصر براتون. مردم ایران نه، مردم ایران مسلمان هم هست، در اونجا یک عده کمی غیر مسلمان هم هست. مردم ایران در بینش خوبم هست بدم هست، اون فرق میکنه. اما دولت صالح نیست، دولت خوب نیست. این اما این به این معنا نیست که بقیه دولت ها خوبه، عربستان خوبه یا پاکستان خوبه، نه اونا هم ظالمه. اما دولت ایران اون ادعایی را که داره که 100% اسلامیه یا در راه اسلام، من اون رو قبول ندارم جان من. اما این چه ربطی به عایشه داره؟ اعلان نوشته کنین به تلویزیون که شما یک پوینت مثبت برای من نوشته کنین. حالا نوبت من 3 دقیقه، شما 5 دقیقه شد جان من، نوبت منه. اجازه می‌فرمایید که ما در بین صحبت‌های ما صحبت کردیم. شما از من سوال کردی جان من، از من سوال کردی من جوابت دادم. من الکی نپریدم، شما از من سوال کردی، نوبت منه. یک دقیقه دیگه بفرمایید، 1 دقیقه صحبت کن، اشکال نداره. شما این سوال مرا جواب بدین، به 1 دقیقه سوال میکنم.
که شما به آیت الله میگین یک کس آیت الله میشه فتوا میده به یه چیزه دارین ندارین، اینمی تکمیل جواب بدین چطور اینمی آیت الله در میایه و شما از آیت الله چیز میکنین عرض فتوا که میده اونمو فتوا عملی میکنین، اینمی بر ما توضیح بدین که بعد ما پشت ازی چی؟ سوال از تکرار بکن جان من. آیت الله ها چی کار کرده؟ اینمی آیت الله ها نسل چند تا ایرلان هم میگیریم فاضل کرانیه. خب چی کار کرده اونا؟ اجازه بدین شما. فاضل کرانیه، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله محقق کابلی، آیت الله تقدسی، اینمی آیت الله های شما بسیار معروف احترام داریم، تو علم داره، دانشمنده. خب من سوال شما چیه؟ اینا رو شما احترام دارین، سوالتان از من چیه؟ من چیکار کنم؟ آیا شما اینا رو قبول دارین؟ بسیار خوب. آیا فتوای اینا رو شما قبول دارین؟ اگر فتوای اینا رو قبول دارین چرا فتوایشان قبول دارین؟ باشه گوش کنید الله جان من. خدمت شما عرض کنم موضوع بحثی بود عایشه. دوستان از نوبت من حالا درباره عایشه مطرح شد. این شخص خودش گفت که عایشه به عثمان چی گفت؟ خیانتگر. عثمان هم از بیت المال عطای او را قطع کرد و گفت تو مثل زن نوح هستی. ما از ایشان سوال کردیم که در اینجا که عایشه به عثمان خیانتگر گفته، آیا در این حرف خود صادق بوده یا کاذب؟ اگر صادق بوده پس عثمان خائنه و خلافت عثمان باطله. اگر خلافت عثمان باطله ابوبکر و عمر هم باطله، چون همه اینا ما قائل به تفریق نیستیم. هر کسی که قائل به خلافت عثمان قائل به خلافت ابوبکر و عمر هم هست و این خرق اجماع مرکب حاصل می شود. لذا اگر خلافت عثمان باطل شد خلافت ابوبکر و عمر هم باطله. اگر عایشه صادق بوده، اگر عایشه کاذب بوده، دروغ گفته، خب دشمن خداست، مدعای ما ثابت شد. این از اون طرف عثمان به عایشه چی گفته؟ گفته تو مثل زن حضرت نوح علیه السلام هستی. حضرت نوح علیه السلام عایشه در قرآن کریم نشان دادم زن کافر، زن خائن، زن جهنمی. عثمان اگر به عایشه این را گفته و گفته که تو جهنمی هستی، کافر هستی، خائن به پیغمبر هستی، صادق گفته یا کاذب گفته؟ اگر صادق گفته خب راست گفته، عایشه مانند زن حضرت نوح علیه السلام و مدعای ما ثابته. اگر دروغ گفته عثمان دروغگو هست، خلافتش باطله. به هر طرف مدعا را که بگیری خلافتش باطله. شما جواب اینا را ندادید، فقط گفتید که عایشه خواسته اصلاح امور بکنه. دوستان عزیز کجا اصلاح امور بکنه؟ عایشه کسی بود از کسانی بود که فتوا میداد به قتل عثمان که عثمان باید کشته بشه. او را نعسل نامیده بود و او را میگفت که باید کشته بشه و بعدش هم آمد. برادر بزرگوار من، عایشه بعدش هم آمد و طالب خون همون عثمانی شد که خودش فتوای به قتلش داده بود. حالا دوستان از جنگ جمل از برای چی راه افتاد؟ جنگ جمل از برای این راه افتاد که عایشه به دروغ ادعا میکرد که من طالب خون عثمان هستم، در حالی که نه او دختر عثمانه، نه او زن عثمانه، نه عروس عثمانه، نه از قبیله عثمانه. عثمان از بنی امیه هست، عایشه از بنی تیمه، از دو قبیله. میگه اما من میگه خونش را میخوام، در حالی که خودش از قاتلینه. دوستان عزیز این کتاب را براتون نشان میدم. این کتاب انصاب الاشراف و سوال شما از یادم نرفت، سوال شما رو جواب میدم. این کتاب انصاب الاشراف جناب بلاذری، کتاب جمل من انصاب الاشراف للامام احمد بن یحیی بن جابر بلاذری. این در این کتاب مجلد ششمش بریم دوستان. از این مجلد ششم انصاب الاشراف، چاپ دارالفکر بیروت، چاپ سال 1996 چاپ شده. در اینجا صفحه 192 بریم دوستان من، صفحه 192 الی 193 ببینید. اینجا داستانش آورده. در طبری هم این را آورده ها. گفته اینجا دوستان عزیز ببینید. قال ولما اشتد الامر على عثمان امر مروان بن الحكم و عبد الرحمن بن عتاب بن اسید فاتى عائشه. وقتی که محاصره عثمان شدید شد که مردم آمده بودن عثمان را بکشن، عثمان از مروان بن حکم و عبدالرحمن بن عتاب خواست که برید پیش عایشه و هی تريد الحج. عایشه میخواد حج بره. قال لها این دو نفر با عایشه گفت لو اقمتی، اگر تو اینجا بمانی، فلعل الله يدفع بك عن هذا الرجل، اینجا بمان این کشته میشه عثمان، تو بیا دفع بلا بکن از عثمان کشته نشود. فقالت قد قربت ركابي واوجبت الحج علي او اوجبت الحج على نفسي والله لا افعل. گفت نه حالا من بارهایم را بستم و حج بر من واجب شده، من باید حج برم. فنهض مروان و صاحبه و مروان یقول، مروان با اون رفیق خود بلند شدن، مروان این شعر را میخواند. و حرق قیس علی البلاد حتى اضطرمت اجزما. قیس بر من
تمام جا را آتش زد. وقتی که آتش گرفت حالا برخواسته که بره، یعنی تو خودت این فتنه رو بر ما برپا کردی. عایشه گفت یا مروان وددت والله انه في غرارة من غرائر هذه واني طوقت حمله حتى القيه في البحر. عایشه گفت به خدا قسم من میخواهم که او عثمان در پالان خر من باشد و او را من در بحر بندازم که غرق بشود. یعنی من خودم راضی به قتل عثمان هستم، تو میخوای که من عثمان را نجات بدهم؟ دوستان عزیز، اینجا خودتان دیدین که صریحه که عایشه میگوید، خواهش میکنه از عایشه که عثمان را بیا از کشته شدن نجات بده. عایشه میگه من خدا میینه که اون کشته بشود. بعد همین عثمان وقتی که کشته میشود، عایشه میآید و میگوید که بله من میخوام خون او را طلب بکنم و به خاطر این خون طلبیدن او با امیرالمؤمنین علیه السلام میجنگد. کتاب مجمع الزوائد حیثمی را من براتون نشان بدم دوستان عزیز. این کتاب مجمع الزوائد حیثمی هست، از کتاب‌های خود مخالفین. مجمع الزوائد للحافظ نور الدین علی ابن ابی بکر حیثمی، جزء سابع. اینجا بریم صفحه 400، این چاپ دارالفکر بیروت میبینید دیگه. اینجا صفحه 479 بریم. 479 روایت 12038 كنت مع مولای یوم الجمل، میگوید من با مولای خود در روز جمل اونجا حاضر بودم. فاقبل فارس فقال یا ام المؤمنین، یک سوارکاری آمد پیش عایشه را صدا زد که یا ام المؤمنین. عایشه گفت سلوه من هو، عایشه گفت بپرسید کیست؟ قیل من انت، قال انا عمار ابن یاسر، من عمار ابن یاسر هستم. قالوا له ما تريد، قالت قولوا له ما تريد. عایشه گفت از او بپرسید عمار چی میخوایی؟ قال عمار گفت انشدك بالله الذي انزل الكتاب على رسول الله في بيتك. عایشه من تو را قسم میدم به اون خدایی که بر پیغمبر خود قرآن را در خانه تو نازل کرد. اتعلمین، آیا میدانی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل علیا وصیا علی اهله؟ آیا تو اقرار نمیکنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را وصی بر اهل بیت خود و فی اهله و در اهل بیت خود وصی قرار داده؟ عایشه گفت اللهم نعم. عایشه گفت بله ایشان وصی هستند. قال فما لکی، عمار گفت چرا اینجا به جنگ آمدی؟ قال اطلب بدم عثمان، آمدم که خون عثمان را بطلبم، آمدم که به دم عثمان، خون عثمان را بطلبم. شما میبینید دوستان عزیز که چقدر ظلمه که یک نفر اول فتوا بدهد که عثمان را بکشید، من حاضرم عثمان کشته بشود، وقتی که عثمان کشته شد فتنه برپا بکنه که چرا کشته شد، حالا من خونش را میخوام. دوستان عزیز همین مطلب را طبری هم روایت کرده. کجا رفت طبری؟ ندارم اینجا. طبری در جلد 4 کتاب خود آورده اونجا که عثمان در جلد 4 طبری صفحه 133 صریح داره اقتلوا نعفلا فانه قد کفر. عثمان کافر شده، عثمان را بکشید. این اصلاح اموره؟ این اصلاح امور نیست. عثمان، عایشه از قاتلین عثمان و وقتی که عثمان کشته شد آمد گفت من خون عثمان را میخوام. این نهایت فتنه هست و نهایت فعل بده. در جنگ جمل 25000 نفر کشته شدن، 25000 نفر. مسئولش عایشه هست، مسئولش عایشه هست. برادر بزرگوار من، خلاصه سوالهای ما رو جواب ندادی، اما سوال شما که تقدسی را اسم بردی، محقق کابلی را اسم بردی، آقای فاضل لنکرانی را اسم بردی، آیا من فتاوای اینها را قبول دارم؟ بزرگوار اینها یا عالم هستن، طلبه هستن، منم طلبه هستم. اگر اینها حرفی بزنن طبق قرآن کریم، طبق سنت حضرت سید المرسلین، طبق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، با دلیل حرف بزنن، حرفشون قبول دارم. من مقلد اینها نیستم. اگر حرف بی دلیل بزنن حرفشون قبول نمیکنم. این جواب شما. حالا شما روی مسئله بیایید، چیز دیگر خارج از مسئله نگید. موضوع عایشه هست، درباره عایشه صحبت کنید. بسیار خوب شد. قبول نمیکنی، شما خود قبول نداری آیت الله. اگر با دلیل باشه قبول میکنم، اگر بی دلیل باشه قبول نمیکنم. قول اینا مثل قرآن نیست. قرآن دلیل نمیخواد. قرآن که آیه آمد آدم باید قبول کنه، تسلیم باشه. اینها اگر حرفشان درست بود قبول میکنم، اگر حرفشان درست نبود قبول نمیکنم. اینه مقلدشان نیستم من. بفرمایید. ما کنیم که اینا درست کار نمیکنن دیگه. من نمیگم درست کار نمیکنن، من میگم من تابع پیروشان نیستم. اگر حرفشان درست بود قبول میکنم، اگر درست نبود میگم اشتباه کردم، قبول نمیکنم. مردمایی که تابعشان است اونا چطور میکنن؟ نه من نمیشناسم کسی که تابع اینا باشه، از اونا بپرسید، شاید قبول میکنن. اونا که تابعشان قبول میکنن، اما من تابع اینا نیستم.
اینمی در رهبرای کل اینمی چیز با استفتایی که در آن کاسته شده بود. چی؟ اینمی رهبرای اینمی نظر خود بده و درباره اهانت و استفاده از کلمات تحقیرآمیز توهین. آخر شما عثمان جواب بدین. عثمان چطور به عایشه گفت که تو مثل زن حضرت نوح هستی؟ او عثمان اگر چه مبرری داشته؟ چه توجیهی داره؟ عثمان اگر گفته او اشکال نداره، خلیفه راشد رضی الله عنه. الله یاری اگر گفت کفر گفته، اگر کفر خب عثمان مرتکب شده اول. عثمان چطور تشبیه کرد عایشه را به زن کافره؟ شما به من بگو. جواب اون را بده. بله. ما را بقبضانی میمانیه. نوبت شما فقط سوال ما را جواب بده. بفرمایید. الله من حرف نمیزنم. بفرمایید. در اینمی استفتاء که شده بود از یا اینمی خود گفته که اهانت، تحقیر، توهین، هر چیز ناسزاگویی و امثال پیامبر اسلام ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اعلام کنند. اینا چنین گفتن که کافیه او را ما داریم پیشم، از کافیش میخوانیم. گفتن اهانت به نمادهای برادران اهل سنت. ما را برادر گفته، ما دوتا از یک برادریم. بله. اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله تهام زنی به امثال پیامبر اسلام عایشه رضی الله تعالی عنها حرام است. بله. این موضوع شامل زنان هنی پیامبر بوی رفیق الانبیاء پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله علیه شد. شما دیدین این متنی که ما قرائت کردم، این متن خودش میگه حرامه، پس علی یاریست شما حرام کار میکنید. شما هر چیز عثمان چی کار کرده؟ شما هر چیز میگید حرام میکنید. شما این توهین تحقیر ما این شو بس ما عایشه بود، یعنی کل مردم چیزا، یعنی قلم میگیری نشته میکنی. چه نشته میکنی؟ نه قلم نمیبرم، چیز دست نیست، اشکال نداره. قلم الان نوشتم، شما حرف بزنید، کاری نداره، شما صحبت کنید. این ما قطع میکنیم. این تو که قلم بازی نشه. من قلم بازی نکردم جان من. قلم شما حرفتون بزنید، چی بهانه میکنید؟ حرفتون بزن بابا، ما کاری نکردم، شما صحبت کنید. اینی کلام کاری بود، چیز بود ما دیدم. من اگر شما یک حرف بزنید یادداشت میکنم تا جوابش را بدم. جناب مولوی اشکال نداره. قلم کفر که نیست. من قلم در دستم گرفتم، شما را مسخره که نکردم. شما بغیر از من به شخص ثالث کاغذ نوشتین. من فقط گفتم تبری جلد 4 را بیارید. من نوشتم به اتاق فرمان دادم، گفتم تبری اینجا ندارم، جلد 4 تبری را بیارید، چون این مطلب دارم میخوام نشان بدم. من چیز دیگر نگفتم. اینی نقد مناظره یا اینی خودش فرار از مناظره یا سوال ما خیر. ما اینو میرم قبول میکنیم. اجازه. این چی نقد مناظره است؟ اگر من گفتم تبری جلد 4 را بیار، چی نقد مناظره است جناب مولوی؟ خدا خیرت بده. جوش بیاریم با مایک ما. آب جوش برای مولوی بیار. سرد شده بیار. سرد باش. خب اینمی گفته که ارامه یک اینمی کار. اینمی فتوا داده، کافیه فتوایش پیش میه. و خواستیم که فرداش بگری نشد ایمیل میکردیم، شما ایره نشان میدادیم به مردم، امضای میدید مردم، هر چیز میدید. حالی نمیشه این دوتا امضا را اینجا گفته انکاراتی دوتا امضا پسند شده، ولی ما واقعیتا اینجا مو امضای اول که بوده اونا را به شما پیشکش میکنیم، هر چیز میکنیم. یعنی شما بگین که چطور اینا گفتن حرامه، توهین به خانم پیامبر نازنین اسلام حرامه، اینا نوشته حرامه و این شامل زنان همه پیامبران میشه. همه پیامبران به یمنا که تمام پیامبران که خانم داره، انسان اونا پیغمبرا انسانه، اونا خانم داره. اینی خانمایشان توهین تحقیر نمی کنیم، حرامه. اینا خود شما فتوا دادیم که حرام. حال شما پاسخ بدیم که معاشیه نرین، با حضرت عمر نرین، با عثمان نرین، با این نرین، با این نرین. موضوع ما و شما این شو اینیه. ما میدیم که اگر شما بحث و گفتگو میکنیم، هر چیز میکنیم، هر عنوان که میگی با مو عنوان صحبت میکن.
بله. شیعه روی نمی کنیم. حال شما حال با عثمان میاریم، حالی میایین با عایشه میایین، حال اینه من نمیفهمم شما چه میکنیم. یعنی میفر کار چیز میاد، کاغذ نوشته میکنین بعد چیز نوشته میکنین. آخر من ننوشتم شما چیکار دارید؟ شما حرف دارید دیگه. خب اینا به شما جواب بدین. شما این مردم شاهده که ما برنده شدیم، بسیار این مبارکه. اون شما یک سوال به ما جواب ندادیم. ما کل سوالای شما را جواب دادیم. سوال شما بود که ما جواب ندادیم جناب مولوی. شما که از ما یک سوالتان بود ما جواب ندادیم. این سوال بود نه که این رهبرا علما. من به شما گفتم که من پیرو اینا نیستم. من پیرو اینها نیستم، لذا حرف اونا برای من حجت نیست. برای من حجت قرآن کریمه، حجت احادیث حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام. اونا فتوا دادن، برای مقلدینشان حجته، برای من حجت نیست. شما اینو من اول برای شما گفتم، لذا اون نقل فتوا کردن برای من اصلا فایده ای نداره. من اونا را بله من تابع اونا نیستم، من پیرو اونها نیستم، مقلد اونها نیستم که حرف اونها برای من حجت باشه. لذا این یک جواب شما. جواب دوم شما خود شما گفتی جناب مولوی و در اول سخنرانیت گفتی که عثمان تشبیه کرد عایشه را به زن نوح علیه السلام. قرآن کریم میفرماید و این درسته، عثمان کار درستی کرده و قول فخر رازی را هم من نشان دادم که این آیه نزول درباره عایشه هست. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین، که آیه مبارکه میفرماید که زن نوح و زن لوط زن دو پیغمبر بودن اما خیانت کردن به پیغمبر و زن بودن پیغمبر هیچ نفعی، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، زن بودن پیغمبر بر هیچ نفعی به اونها نرسانید و اونها جهنمی شدن و قیل ادخلا النار مع الداخلین، به اونها ندا داده شد که شما برید جهنم و وارد جهنم بشوید. لذا برادر بزرگوار من خودتان گفتید که عثمان این را تشبیه کرده به زن نوح. زن نوح و زن لوط در قرآن کریم جهنمی هستند، خائن به پیغمبر هستند و دشمن خدا هستند و نمونه کفر کافران هستند. اگر عایشه را کافر گفتن بده، برادر من شما بگید که عثمان اول مرتکب شده. جواب شما درباره عثمان چیه؟ من شما پرسیدم که جواب نداری، جواب نمیدی. چون جواب نداری تو ساکتی، اون را هیچ حرف نمیزنی. اگر بده خود عثمان گفته، اگر بده خدا در قرآن خود کافر گفته. قول فخر رازی را نشان دادم و فی ضمن هذین التمثیلین تعریض لأمی المؤمنین عایشه و حفصه. فخر رازی میگه که این تمثیل به نوح و لوط، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، این تعریض به عایشه و حفصه است. اگر عایشه را کافر گفتن بده، خدا در سوره تحریم انجام داده. شما به من جوابش را بدی برادر عزیز من. قطع کردی رفتی شما مولوی قطع کرد. جناب مولوی زنگ بزن دوباره. شما بله زنگ قطع کرده مولوی. اتاق فرمان ببینید اگر زنگ میزنه دوباره وصلش کنید. و فی ضمن هذین التمثیلین تعریض لأمی المؤمنین. اگر بده، خب شما به من بفرمایید که چرا خدا در قرآن انجام داده، چرا عثمان انجام داده این کار را؟ اگر کافر گفتن بده، خودت گفتی که عثمان این کار را انجام داده. خیلی خوب، عثمان که انجام داده بله، یا اگر کار بدیه عثمان از من قبلتر این کار بد را انجام داده، پس خلافت عثمان باطله. عثمان اگر این قدر کسی که توهین بکنه به زن پیغمبر کافر فاسق مهدور الدم، درسته؟ خب عثمان انجام داده، خودت گفتی کافر فاسق مهدور الدم. وقتی که عثمان کافر باشه، فاسق باشه، مهدور الدم باشه، شما از من چه توقعی دارید برادر عزیز؟ من به شما چی بگم؟ بله، و خلافت شما با خلافت عثمان باطله. کسی که کافر باشه، فاسق باشه، مهدور الدم باشه، اون نمیتونه جانشین پیغمبر باشه. خلافت عثمان اگر باطله، خلافت ابوبکر و عمر هم باطله. اون وقت بطلان مذهب شما ثابت میشه. از اون اگر بگی عثمان اشتباه گفته، بله، یا بگی عثمان اشتباه گفته، خب بله، لازم نیست عثمان کافر باشه، مهدور الدم باشه و فاسق باشه. اگر بگی عثمان درست گفته، عایشه مثل زن نوح هست، خب این مدعای ما را ثابت میکنه. ما هم چیز غیر از اون نگفتیم، همون چیزی که عثمان گفته ما گفتیم. مثل زن نوح و زن لوط. دیگه شما چرا جوابش را ندادید؟ بزرگوار، من منتظر هستم که شما دوباره زنگ بزنید. شما هیچ سوالی نکردی که من جواب نداده باشم و شما هیچ سوال مرا جواب داده نتوانستید. دیگر من چه عرض بکنم به شما؟ با این کشفش آمدی و فرار کردی، آخرش قطع کردی رفتی. دوباره زنگ بزن مولوی، من منتظرم. ببین اتاق فرمان مولوی زنگ میزنه نمیزنه؟
اگه زنگ نمیزنم ما باش زنگ بزنیم. اتاق فرمان مولوی رو ببین، مولوی ابوبکر بگو دوباره زنگ بزن، قطع کرد. اینا زور که من قطع میکنم جان من. این قاعده جماعت عمریه است. من برای ایشون یک زنگی بزنم. تلفن جواب نمیده دوستان عزیز. تلفن جواب نمیده مولوی. مولوی تلفن جواب بده. مولوی ابوبکر جلال، ابوبکر جلال فرار کردی مثل عمر. برای من قول کی را آورده که مال فلان آخوند اینجوری فتوا داده که شما نمیتونید توهین بکنید. من پیرو اون آخوندان نیستم. برای من حجیت نداره. مولوی این روی پیامگیر میاد، جواب نمیده تلفن. مولوی ابوبکر الله یاری هستم، چرا تلفن جواب نمیدی؟ فرار کردی. آمده ابوبکر جلال نیامده. بعد تلفناش زنگ میزنم جواب نمیده. باش دوباره چند تا نام شماره دیگه هم دادم. تلفن جواب نمیده مولوی. مولوی جواب بده. هلو. بله مولوی جلال. هلو. مولوی جلال کجاست؟ ابوبکر. این شماره ببین، شماره کی رو داره؟ شماره خارجی رو داره. شماره اشتباه زن خارجی. الله نمیدونم با زن خارجی. الله سه تا شماره داده، دو تا زنگ بدن. این شماره آخریش. این زرنگه بابا، این مولوی خیلی زرنگه. تلفن رو خاموش کرده. به دوستان عزیز مولوی فرار کرد. مولوی ابوبکر فرار کردی. سوالا را جواب ندادی. برای من یک فتوا آوردی از فلانی از فلانی از فلانی. من اونا را قبول ندارم. آقای تقدسی از دنیا رفته بود، بابا یک کلبه بود مثل ما. سلام علیکم. علیکم السلام. چرا قطع کردی مولوی؟ حالا باز آمدی آخر برنامه میای. خب اون زمان که ما به زنگ میزدیم، ما چند بار زنگ زدیم، تلفنی چرا جواب ندادی؟ بسیار کسادم از اینجا، بسیار از ما چیز حمایت شد، هر چیز شد بسیار. حالا نوش جان، حمایت کردن نوش جانه. شما جواب مرد چرا قطع کردی؟ اینی تکنیکی مشکل هر جای نیست. نه مشکل تکنیکی بوده. من زنگ زدم چرا جواب ندادی تلفن را؟ اینی تلفن رخ نمیکرد. تلفن رخ نمیکرد. من چند بار زنگ زدم تلفن جواب ندادی. حالا دیگه پایان برنامه است جناب مولوی، وقت نمانده دیگه. آخر برنامه اگه میخواید فردا صحبت کنیم دیگه. خب نمیخوای مناجات اینی رو بگو که ما نمیخوای. نه حالا پایان برنامه جان من، برنامه وقت تمام شده. وقت برنامه تمام، مناظره میخوام اما شما آخر زنگ زدی. اون وقتی که من گفتم زنگ بزن، از تلویزیون اعلان کردم زنگ بزن زنگ نزدی.
حالا من حالا بار دیگر از شما اگه میخوای خیلی خوب جواب داری بفرما. عثمان خودت گفتی به عایشه گفته که تو مثل زن حضرت نوح علیه السلام هستی، زن نوح هم کافر بود جهنمیه. شما به من بفرمایید آیا عثمان راست گفته یا دروغ گفته؟ اول شما این سوال جواب بدین که ما یک ساعت پشت خط ماندیم چرا ما رخ نمیکنه؟ شما 12 دقیقه پشت خط ماندی جان من. 12 من میبینم ساعت داره اینجا، تمام کالا تلفنات ساعت داره. منم این الانم که گرفتم شما رو جلوتر از دیگران گرفتم و اینجا برادر عزیز من دیگران نوبت دارن. شما اون زمانی که نوبتت بود خودت قطع کردی، منم باید زنگ زدم تلفنم جواب ندادی، من گفتم زنگ بزن زنگ نزدی، حالا هم که زنگ زدی آخر برنامه زنگ زدی. دیگران نوبت دارن آخر، اینطوری نیست. حالا شما جواب مرا بده برادر من. شما جواب من 12 دقیقه منتظر بودی، یک ساعت هم منتظر نبودی. شما به من بفرما حالا که شما آمدی مناظره بکنی جواب مرا بده. عثمان راست گفته یا دروغ گفته؟ عایشه را که تشبیه کرده به زن نوح. اول این را بگین ما چند دقیقه وقت داریم؟ شما جوابش رو بدید، 3 دقیقه وقت داریم. بفرما جواب مرا بده، چیز دیگر نگی. جواب این سوال بده. عایشه عثمان راست گفته یا دروغ؟ ببینید عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین این مورد آیا این سوال است آیا ام مؤمنان عایشه به مردم گفته بود که حضرت عثمان را بکشید قتل کنید؟ بله اقتلوا نعسلا فانه قد کفر. طبری جلد 3 صفحه 133 آمده. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 133. بله عایشه و امیر المؤمنین علیه السلام در انصاب الاشراف بلازری اونجا خودش صریح داره. هم امیر المؤمنین علیه السلام با عایشه میگه در انصاب الاشراف و هم عبدالله ابن عباس به عایشه میگه تو مردم را امر میکردی تحریک میکردی که عثمان کشته بشه. بله این هم در طبری آمده و هم در انصاب الاشراف آمده که امیر المؤمنین علیه السلام با عایشه گفت و عبدالله ابن عباس گفت که تو چطوری حالا به جنگ آمدی، خودت مردم را تحریک میکردی که عثمان کشته بشه. و این که از طریق دیگر هم در طبری هم آمده که عایشه خودش فرمود نص کلمه اقتلوا نعسلا فانه قد کفر. نعسل این مردک یهودی را بکشید. بله عثمان را میگفت که این مردک یهودیه. حالا برادر من این جواب سوال من نیست. سوال من را جواب بده. عثمان که عایشه را تشبیه کرده به زن نوح راست گفته یا دروغ؟ اینمی اشتباه شده او حتما سو کرده که گفته یه را منابع تایید میکنه ما هم تایید میکنیم که گفته این میگه. پس عثمان اشتباه گفته؟ اشتباه نگفته. راست گفته یا دروغ گفته؟ یک کلام به من بگو. راست گفته یا دروغ گفته؟ شما اجازه بدین که ما یک کمی تعریف کنیم بعد این سوال جواب میدیم. نه شما همین سوال مرا جواب بده. نه این با ماسمالی نکن. سوال مرا جواب بده. راست گفته یا اشتباه گفته؟ یک کلام بگو. اینمی چیز شده سوی تفاهم شده چیز شده. چی سوی تفاهم شده؟ چی جوری سوی تفاهم شده؟ بفرما توضیح بده. سوی تفاهم شده کتاب تاریخ الطبری جزء 3 صفحه 477 را شما میخوانید نمیخوانید؟ این 477 طبری. بیا من 477 زمین لحظه برات باز میکنم، چی کاری نداره. 477 طبری. بیا اینجا چیز آمده. ده این طبری دوستان عزیز، این طبری تاریخ طبری، اینم جلد 3 مجلد الثالث، اینم صفحه 477. بله اینم فتح تستر. بگو در اینجا چی آمده؟ ما پرتیش بگیم یعنی متن رو بخوانیم ترجمه کنیم چطور کنیم؟ برادر من دیگه وقت ما را نگیر. حالا وقت نیست جان من. حالا اگر میخوای وقت بگیری من خسته شدم، من وقت برنامه تمامه. فردا شب زنگ بزن باید مناظره کنیم. جواب مرا نداری شما ماسمالی میکنی. خب جواب مرا بده. عثمان راست گفته یا دروغ گفته؟ یک کلام بر من بگو. اجازه بدین. طبری اینا گفته اونجا فتح تستر است صفحه 477 جنگ تشتر ایران او ربطی به این مطلب نداره. تو وقت ما رو ضایع میکنی. برو بابا جون اینا که تو پیدا بکن فردا شب زنگ بزن. نه اینا ما جوابت میگیم. خب بفرما یک کلام جواب. عثمان راست گفته یا دروغ گفته یا سوء تفاهم شده؟ توضیح بده چی سوء تفاهم بوده. این کتاب الطبری هم پیدا کردیم. خدا شما خیر بده. صفحه 477 ببینید ما در مورد عثمان جواب میدیم. شما او را پیدا کنید. خب بفرما گوش کن. من گوش میکنم. چی گفته عثمان؟ اینمی عثمان که اینمی فرقت گفته در او زمان این سوی تفاهم شده. عثمان یعنی نافهم بوده، اینقدر نفهمیده که عایشه مانند زن نوح و لوط نیست. عثمان اینقدر نافهم بوده که زن پیغمبر را
کافر خوانده، جهنمی خوانده و سوء تفاهم بوده، نفهمیده. اینقدر نافهم بوده عثمان. این نافهم چطور میتونه خلیفه مسلمین بشه؟ شما من توضیح، این کسی که اینقدر نافهمه یک مسلمان را کافر بگه، یک مادر مؤمنین را زن جهنمی بنامه، یک مادر مؤمنین را خائن به پیغمبر بنامه، این چطور سوء تفاهم شده؟ کجاش سوء تفاهمه؟ تو من توضیح بده. عثمان اینقدر بی عقل بوده، اینقدر نفهمیده. شما توضیح بده. خب یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نمی که یک کمی اشتباه چیز شده است پیشش، که میگفت چطور گفته یه دقیقم نیست که گفته دیره که گفته آخه چطور امکان داره برادر من، چطور امکان داره این سوء تفاهم باشه که یک کس زن پیغمبر را بله تشبیه بکنه به یک زن کافره، به یک زن فاجره، زن جهنمی؟ این چطور؟ آیه قرآن موجوده. من قول فخررازی را نشان دادم. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین. این سوره تحریم همگی شأن نزولش عایشه و حفصه است. این سوء تفاهم نیست. سوره تحریم در بخاری موجوده. شما کتاب تفسیر بخاری را ببینید، سوره تحریم اونجا میگه که سوره تحریم در شأن نزولش عایشه و حفصه است. از عبدالله بن عباس از طرق دیگر روایت موجوده. لذا این سوء تفاهم نیست. آیه شأن نزولش عایشه و حفصه است. اینو شما به اینا نگو که عثمان سوء تفاهم شده. اگر میگی که عثمان سوء تفاهم شده، این خلیفه‌ای که میگیم که شما قرآن را جمع اینقدر بی عقل بودن، نفهمیدن که عایشه را کافر بگه، عایشه را جهنمی بگه، عایشه را تشبیه بکنه به زن نوح و زن لوط. بله اینقدر بی عقل بوده. نه، عثمان درست گفته. عثمان استشهاد کرده با آیه قرآن. آیه قرآن هم شاهد نزولش عایشه و حفصه است، در بخاری هم موجوده. اگر بگید که عثمان نفهمیده، اینقدر نافهم چطور خلیفه شده؟ شما به من بگید. خب خلافتش باطله، اینقدر که نفهمه. اگر او توهین کرده، ببین اگر عثمان حق داره توهین بکنه با عایشه را کافر بگه، من الله یاریم حق دارم. دیگه حالا وقت تمامه جان من، وقت تمامه. فردا زنگ بزن، من خدمت شما هستم. خدا شاهد من ساعت حالا من وقت برنامه تمامه، من نمیتونم. اون وقتی که برنامه بود تو قطع کردی، من باید زنگ بزنم، تلفنت رو جواب ندادی. فردا زنگ بزن. بله جان، من فرار نمیکنم، وقت برنامه نیست. من به شما 2 دقیقه وقت میدم، هر چی تو حرف داری بزن. بفرما، نگی که فرار. 2 دقیقه تمام، حرفت تمام. برو. کدام وقت تعیین میکنی؟ همین الان 2 دقیقه صحبت کن، فردا شبم زنگ بزن، اشکال نداره. بفرما. فردا شب که ما در سفریم. خب روز شنبه زنگ بزن، یک شنبه زنگ بزن. میبین من 4 ساعت اینجا نشستم، وقت برنامه تمامه برادر من کار دارم، من کلاس دارم. من باید نماز بعد از این برنامه فورا نماز بخونم، وقتم ندارم غذا بخورم، باید برم سر کلاس. متوجه هستی؟ بعد از این درس دارم ساعت 2:30. حالا ساعت 1:42 دقیقه، ساعت 2:30 من کلاسم شروع میشه. من وقت حتی غذا خوردنم ندارم، من باید فورا نماز بخونم و برم خارج بشم جان من وقت ندارم. حرفت را بزن تمام کن. اعلان ببینیم شنونده ها. ما روز شنبه با وقت اینی ساعت 8 بجا که برنامه داشته باشه اینا، ما زنگ میزنیم، اینی موضوع را پیش میگیریم. باشه من منتظر. قطع میکنه، اینی ما یک ساعت پشت خط میمانیم، اینی بر شما معلوم. من به شما زنگ میزنم روز یکشنبه. نه هیچ کس قطع نمیکنه شما را. میخواید من زنگ میزنم به شما، مشکلی نداره. شما مرد شو تلفنت جواب بده. روز یکشنبه ما تلفنم، اگر ما نه که همینجا روبروی مردم چند بار زنگ زدم تلفنت جواب ندادی، خودت هم تلفن قطع کردی. من گفتم زنگ بزن، زنگم نزدی، با دیگران صحبت میکردی، میگفتی ما رو سپورت میکنه. خب جان من، حالا روز شنبه زنگ میزنی یا من زنگ بزنم؟ من زنگ میزنم. خب زنگ بزن دیگه. خدا حافظ، حالا وقت ندارم جانم. خب خدا حافظ شما. روز شنبه وقت ما شما ساعت 8 وقت سویدن. بفرما. نه حالا عثمان هر کاری کرده روز شنبه صحبت کن. وقت ندارم جانم، فارسی میگم وقت ندارم. روز شنبه جانم. خب جواب که نداری. روز شنبه زنگ بزن، من خدمتت هستم جانم. جواب که نداری، میدانم خودت هم جواب نداری. مالی سوء تفاهم شده. بعد کرده سوء تفاهم شده. این قلب بی عقل بود. بله که با عایشه میگه تو کافری، تو جهنمی هستی. سوء تفاهم شده. عایشه بگه تو خیانت میکنی، عطایش از بیت المال قتل میکنه، فتوای قتلش را صادر میکنه. سوء تفاهم، همه چیز سوء تفاهم. اینا اینقدر نافهم بودن، اینقدر بی عقل بودن. بله چرا خلیفه شد؟ اگر اینا اینقدر بی عقل بود، یک آدم عاقل باید خلیفه بشه. دوستان عزیز، برنامه پایان ان شاء الله فردا. یا الله.